یافتگان گم شدیم ما گم شدیم مامان نجات یافتگان شدیم دلشان که خیره منگل مشخصه؟ این پله رو من بلدم مشخصه خیلی نه اطمینان نکنیمش ولی میدونم اون پله چشش آشنا، یعنی به چشم آشنا. داداشم فرشته ساتور خودت نمیدونی کجاست دریاری؟ من فرشته بگم وضعیت رو نداره ولش کن تو همه چیز شل دسته حتی تو بریدن یه سفره ساده خب جا داشت که میبریدی میکشیدی تو این شل دست نباش لطفا به کشتنمون نده آیسا چک بذار خب ماما این از دست تو بذار برش باید بذاری ما بیا این برکت میخواییم پرت رو فن کنیم لبه بذاریم مانه این برتر بیا برشته دو سه تا باید پرت خب میدونم خیلی بشنم خدای خداست که دیگه اینطوری رفت روی اون خب بره سفره زیرش الان رو چیزی نبود که بخواد اینجا باشه میخوام بکوبونم تو سرت نمیخوام تو یوتیوب بیفته بذار بیفته بچه‌مون داری در ماما از اینجا بیا فکر اون خاله میخواد بگیره گلا سنگیه خانوما یه عکاس یه نفر بیاد از گروه ما یه دونه عکس بندازه دستتون در کار می‌کنی؟ اینطوری بخوای فن کنی؟ آره دیگه نه بابا اینطوری باید فن کنی نه بابا هر طور خوبه ما میریم رو زمین از این برم خب بیا. در حال چفت کردن دوربین اون بر مهنا بله سلام نمیای کمک؟ کمک چی؟ ولم کن اومدیم جنگل برای چی؟ خواب خواب؟
اسیم چی؟ بیا کمک بودو. امروز یه نصیحت بسیار فوق‌العاده دارم. موقع چفیه بستن بهتون نصیحت هم میگم. 1 اونها قرار ببندی نمیگه. یعنی مارم میخوره نمیگیره. این کسی رفته؟ امروز میخوام یه نصیحتی بکنم شما رو. بگو چی؟ بفرمایید. بچه ها به هیچ عنوان چفیه رو اینطوری نبندین چون شبیه خاله سوسکه میشیم بچه. میخوایم منم امتحان کنم. اولین باری که مهنا نه، اولین باری که فرشته خواست چفیه ببنده اینجوری بس. بابا نبستم اینطوری، میخواستم ببینم به صورتم میاد رنگش یا نه، بعد اینطوری گذاشته بودم. وایسه اینجوری هم نه اینطوری هم نه نمیخوام درست کنم. وایسا اینجا قشنگ میگی وایسا نمیشه زشت باش. وایسا میخوام درست کنم. وایسا الان موهاش اینجا افشان ریخته. بابا اینجوری کرده بودم، تازه اینجا گرم زده بودم. آی کیم کرده بودیم تو سرش اینطوری. صف کن اینا استرپتوکوکوس نامانیه. خالصوس که خوشگل نمیخواد باشه. خب حالا بچه آی زنی تو چشم. وای حیوان برو گمشی کنی. برو دست نزن به من. از کات خارج میشی. بیا این وسط. از کات خارجشم بهتر از اینه که تو از دلم خارج شی. یه نگاهش کنی بازم خوشگله. من چند برو گمشی کنار. ولی جدی نصیحتی که میخواستم بکنم شما رو اما به هم بگی این بود که بچه ها به هیچ عنوان محتاج پسری نباشید. just calling اسنپ و اسنپ شما رو بیاره جنگل. البته این خاصیت برای نورسه، یعنی شمال. اونجا که من خیلی انگلیسی فولم. نورس. repeat after me. repeat after me. نورس. نورس. زبان دلکسته یعنی نورس. یاد بگی نه خان چوب میارن. پسر میگه نه برو مثل یه پسر همجور تنه درخت بگیر بیا. بابا اینا الان خواهد چوب بسوزونن؟ خجالت بکش. من خجالت بکشم؟ آه نبند. بریم. مثلا تا نکردی. امیدوارم که آتیش ما خطر ترسیم باشه. مانا خانوم استاد آتیش زده. من فقط میتونم دل پسرای مردم آتیش بزنم. بیا در ملت دارم اون پشت تلاش میکنم. مانا داره میگه دل همه رو آتیش میزنم. الان میخوایی بری دل اونا آتیش بزنیم بیان آتیش ما رو روشن کنه. من خیلی از این چیز بعیده. با دست مال آتیش میزنم. از تو بعیده؟ از تو بعیده؟ مانا میدی خیلی تو صورتت هم؟ الان پشمام میافته. الان دورتر کردم. اینو بدش کنه. اسب دیدین داریم اونجا؟ یه اسب باز این اسب اومد تو تصویر من. بابا من میگم اسب داریم تو چرا به خودت میگیری؟ بابا کجا میریم من اینجا؟ آیا اختی؟ بچه ما داشتیم میومدیم یه پسره شماره گرفت ازمون. بعد اینجوری میگیری؟ چی؟ چه اینجوری میگیری؟ چجوری بگیرم صافه؟ اینجوری باید بگیرم دیگه. کجا به اینجا بگیرم چطور؟ اینم خوبه اتفاقا بالا باشه بهتره. خب بعد این پسر ازمون شماره گرفت. بعد از اونجا که بعد از اونجا بیا برو تو کونم. اوف
از اونجایی که ما سینگلیم رسی به ما گفتش که شما داعشی. من گفتم نه. بعد گفتش که پیاده روی 40 میخوام بریم کربلا. گفتم نه. بعد ازمون شماره گرفت. بعد که ازمون شماره گرفت ما دیگه شماره رو قبول کردیم. بچه شماره رو قبول کردیم ولی ما رو نرسون. ولی ما رو چون نرسون کنسل. رد فلگ بچه. از این بعد فقط دنبال پسرایی میافتیم که شلوارک پاشونه. هر پسری که شلوارک پاش بود میگیم خدایا ما از تو خوشمون اومده. پاشون پشمم نداره بچه. نه بچه زشته. بشه این نبود سوپری؟ زغال به این زودی؟ 59. اون سری چون من بردم این سری الان مهنا باید بگیره. بابا تو خیلی رزلی بچه، خیلی سنگینه. دقیقا همین سنگی رو من تا پایین آوردم. تازه از این بیشترم بود. بله جانم. پسر ول نمی‌کنه. یه سر رو صحبت میکنه. پشتمونم حساسه. ممنونم بچه. پسر زن زده میگه دست بارت دستشه ناراحت شده. اون اومده میگرفتی از دستم. خب چون بهش نگفتی اگه خیلی ناراحتی بیا بگی. فکر کنم خوش باید میامد شروعش میرسید. نه من خاک پاتم. بذار کف پاتو بریزم. تو هم زشت بود. دوستان برف همکنون برف که نیست، یخه. یخ گلی دقیقا. یه دار دیگه بیافتا بخندیم. این سری ریکورد میگیره دیگه کامل 180 باید بزنم. مثلا یا میبینی تو ویدیو فرشه داره 180 ویدیو میگه چی شد؟ باش کلا جر خورد. برگ؟ نه بابا اونا چی؟ بچه ها اینم میخوام بهتون بگم که نداشتن پسری همچین وضعیتی تو جنگل از پس خودت فقط خودت برمیگردی. تو کل زندگی وقتی که یک بار کمپ بزنی متوجه میشی تنها کسی که به درد خودت میخوره خودت. بابا پسران بودن که به درد نمیخورد که پرنسس علی ان کلا. اینجا کلی پسر و مرد هست دریغ از این که یک نفرشون بگه من میام کمکت. قدیما یادم نسل قدیم تو چه ماشینت پنچر میشه اتفاقی میفته کلی آدم میومدن کمکت میکنن. الان ببین این وضعیت حتی یه نفر نمیگه من برای چوب ببرم چوب بشکنم هیچی. همه فکر خودشونه. انتظار ندارم ولی میخوام بگم فرق قدیم و جدید چقدر زیاده. بعد پیر و جوون هم نداره کلا. قدیم مثلا یکم شاید مثلا میگفتیم پیرا شاید کمک کنن یا الان بگیم جوونا نه. مانگاری هستن. میبینی گفتم الان داره خودش کار میکنه. میگه ویدیو رو قطع کن بیا اینا رو بگی.
روی سلیطه تو رو کن. اونی که پشت دوربینه وقت نمیکنم ازت بگیرم. این سوسول بازیات و ادوات و واسه بقیه میذاره، سلیطه بودنشو بر من. به خدا اگه دست این باشه همین چوبا رو همین کار میخوام بکنم. قد کن چیم سایتون اوه کمرم گرفت. یک شل دست همیشه شل دسته. روشن بود. سوختم. روشن بود یا ابوالفضل؟ فرشته همیشه مصدوم میشه بنده خدا. شما من قرار است برش فیلم بگیرم. من فیلم کنم خودشون چیست ولی خب من هستم. بزنیم ببینیم قیافش. پوکر این شراطی هستم میگم اینو باید اصلا بگیرم سمت حمله کنم سمت تو. بیا برو بچه کوچولو.
نظر واقعی تو بگو. ای بد شد بگو بد شد. به خدا خیلی خوشمزه است. وای ول نمی‌کنم. خیلی واقعی لیمو هم قشنگ رفته تو خوردش. اصلا یه چیز محشری شد. یه چیز محشری. اصلا دوست دارم یواش یواش بخورم. این مزه بشه تو دهنم. الف کنید. دهانشو تو زد. از دستش دادیم. بچه ها یک سوسیس رو گذاشتیم سگ بخوره چون از دستش دادیم. متاسفانه یه سوسکو میدیم سگ بخوره. چرا؟ چون ما دستمون شده. حالا میگین چرا؟ چون این خانم یه دونه کوکتل انداخت داره همه کار میکنه که این پر بشه. فقط مدیونی فکر کنی تو رسیپی خاص خودمون بود.
خدا شکرت به خاطر این افرادی که کنار ما گذاشتی. خدا رو شکر اینجا قرار جنگ بشه با همین گونه شادی. بچه نمی‌بینی؟ همینجوریه. بشه نونو توست نمی کنیم. ایو چرا؟ میترسم نون بسوزه. بیا جلو ببینم چیکار کردی. سفیران آرامش بهترین نتیجه میگرفتیم. خدایا شکرت که اسفند ماه طوفانی در پیش داریم. بسیار سفیران آرامش 20 میلیون ترک خرج میکنه. ببر بده خاله. نه خاله اونو بخوره. Mamma mia. Mamacita, so delicious. Guys, I wish you were here. Really, it tastes amazing. It tastes like heaven.
Please,